رژیما اسد و آلیگرین بسر و بردوامن د آمادکاری خود جبو ایریش لسر پارێزگاها ادلب یا دبن دسته چکدار اپوزیسیونا سوریه ده. جدرن خوجهی ج پارێزگاها ادلب ج آژانسا سپوتنیک یا روسی را راگهاندن که جوینک دنافبرا هجمارک ج سرکردین چکدارین اپوزیسیون ده روژا اینی هات انجام دان و او جوین دنافبرا سرکردین هر یک ج هیئة تحرير الشام و الجبهة الوطنية للتحرير و پارتیا اسلامیه ترکستانی و هن گروپین دن ده هات انجام دان. جدران هر وها دازانین که دوی هفدیتنه ده چکدارین اپوزیسیون بریار به آوارته جبو ادلبستاندن و آمدکاری خواه جبو بروانی ده بر رژیم اسد ده بکن هر وها خندقان دویردور همو آلین شر لگندوارین حلبه و حمایه و ادلبه درست بکن. لآلیک دن چکدارین ریخستنا داعشات ترور ده هر دو روژن بوری ده لباکور و روژ آوای ادلبه و کو باجاروکن الدانا و سرمدا و جسر شغور لسر سینور ترکیه به ادلبه را هاتن بلاف کرن. هر لگوری پسپوران کونی زگبونا اپراسیونا لشکری یا رژیم اسد لسر ادلبه و به صدما دستوردانکا لشکری جعالی امریکا و کوروژا پنشما بوری راوشکار اولهی کوشکا سپیرا گهاند که اگر رژیم اسد چکن کیماوی لادلبه بکار بینه و امریکا بتوندی برسف بده. پسپورکی لشکری لسر رژیم اسد و راگهاند که شر ادلب و یا هریداوی با و چکدارین اپوزیسیونه ین لدوری هجمارا وان نیزیکی 100,000 چکدارینا و هزکا مزن دو دا کو رژیم کاری با ایریشه ادلبه بکا. هر لگور پسپورن درباری سوریه ده پارێزگاها ادلبه مزنبونا و نیزیکا 6,000 کیلومتریه و بهتر جه 4,000 کیلومتران دبن دسته چکداری اپوزیسیون ده و بویه که دورن دبن کنترولا چکداری اپوزیسیون ده دگه نیزیکا 10,000 کیلومتران ده هر سه پارێزگاهین ادلب و حلب و حمایه ده.